دوستان عزیز سلام. امروز به شرافت تجلیل جشن مادران برنامه ترانسفر در عمل را با سخنسری تاثیربخشترین بانوان فوتبالی در جهان شروع میکنیم. سرآغاز برنامه گفتنی ایم که هرچند ابراموویچ و یاورش گرانوفسکایا دیگر در چلسی نیستند، ولی به خاطر یادآوری از تاریخ سهم بانوان در فوتبال جهانی باید یک گشته و برگشته از مارینا گرانوفسکایا به یاد آورد. در شورای دیرکتران کبودها مقام مخصوص را برای مارینا گرانوفسکایا جای داشته بود. گرانوفسکایا 48 ساله ختم کرده دانشکده دولتی مسکو بوده. هنوز پیش از ثروتمندشوی میلیاردر روس بیشتر از 12 ساله در ستاد رومان ابراموویچ کار میکرد. هرچند که این بانوی آهنین فوتبالی شخصی عمومی هم نباشد، ولی سالیانی زیاد چون نفری دستی راست ابراموویچ در صحنه فوتبال باشگاهی کارنامه‌های بزرگی را به میراث گذاشته است. مثلا سال 2013 عیناً همین نفر رشته‌های مناسبت‌ها میان راهبری چلسی و ژوزه مورینیو را دوباره پیوند کرده بود و نفری پرتغالی به استنفورد بریج آمد. یکی از خدمت‌های شایان دیگری گرانوفسکایا آن است که محض گزارش ایدن هازارد را از لیل به چلسی محض به فعالیت کاری پرثمر گرانوفسکایا ربط می‌دهند. دومین نفری تاثیربخش در بازار فوتبالی ریچل اندرسون می باشد که چون اولین بانو اگنت فوتبالی شناخته می شود. سال 1993 دفاعگر وست هم جولیان دیکس بر عوض 3 میلیون فونتی در همان دوران گران ارزش به صف لیورپول گزارش نموده بود و چیزی جالب در گزارش این بازیگر آن است که اگنت دیکس خود یک بانوی بود. ریچل اندرسون نوابسته به مشکلی ها در قدم های اولین اگنتیش مسند کاری پرشرفی داشته است. مثلا سال 1997 وابسته به موافق نبودن جنسش به مراسم تقدیم جایزه های اساسیه فوتبال انگلیا راه دادن نشد، اما بعد دستگیری یافتن از جانب سروزیر آموخته بریتانیای کبیر تونی بلر در جنجال های سودی مقابل اساسیه فوتبالی پیروزی به دست آورد. محض به شرافت خدمت‌های اندرسون بهترین فوتبالباز موسم در ردیف مردان از میان بانوان نیز انتخاب کرده می شود. کارن بریدی چون نایب پرزیدنت وست هم در انگلیا چون بانوی اولی فوتبالی معروفیت داشت. سال 1993 به وظیفه منیجری در بیرمینگم پرداخت. 2 سال بعد با فوتبالباز پال پسکسلیدو خانه‌دار شد و سال 2010 تو به وظیفه نایب پرزیدنت باشگاه فوتبالی وست هم خود را رساند. منفعت بخشی کاری سابق سرمحاسب آن است که وقتی راهبری او بازی‌های بیرمینگم پرخریدارترین محسوب می‌افتند. عین حال باشد یکی از تاثیرناکترین بانوان فوتبالی جهانی دیپلمات اساسی وست هم یونایتد گردیده است. خصوصا مهارت عالی گفت و شنود برای برنامه فوتبالی برای بالغکوبان اجازه داد که حقوق دسترسی به ورزشگاه المپی را به دست آورند و تا به حال وست هم یونایتد بازی‌های خانگیش را محض در همین ورزشگاه دایر می‌کند. رافائل پیمنتا میراثبر سلطنت اگنت بزرگترین فوتبالی بوده. وقتی به زبان آوردن عباره تواناترین بانوان فوتبال جهانی نام مارینا گرانوفسکایا به یاد می آمد، ولی با سقوط سلطنت ابراموویچ در چلسی به حیث رقیب ازلی گرانوفسکایا می توان رافائل پیمنتا را گفت، چرا که پیمنتا را بسیاری ها میراثبر اصلی شادروان مینو رایول بزرگ می نامند. نفری که روز 30 اپریل سال قبلی از عالم درگذشت و ده‌ها فوتبالبازان شهرتیار را در بازار خاروزار ماند. پیمنتا زاده شهر سان پائولو بوده. دانشگاه محلی را با اختصاصی حقوق شناسی ختم کرده است. با رایولا باشد پیمنتا سال 2000 وقتی بازی تیم محلی گوارنتین گویتا از ایالات سان پائولو شناس شده است. باشگاهی را که 2 ستاره منتخب برزیلیا ریوالدو و سزار سامپایو تأسیس داده، پیمنتا در کارهای حقوقی برایشان کمک رسانیده است. بعد این شناسایی رایولا بانوی حقوق شناس را به شرکت وان در مونته کارلو دعوت نمود و همکاری ها نیز آغاز یافتند. توانایی پیمنتا در آن است که بعد مرگ رایولا هیچ یک از مزاجان معروف اگنتی با آنها شرطنامه را قطع نکردند. الکی بعد مرگ مینو رایولا پیمنتا تا با آخر گزارش ترانسفری ارلیک هالند را از دورتموند به منچستر سیتی به پررگی
انجام داد. سپس در باواریا برای دو بازیگر آیاکس جای کار پیدا نمود. برای دفاعگری کناری 24 ساله نوسیر مزراوی و نیم حمایتگری 20 ساله رایان گراونبرگ. شرطنامه دومی پول پاگبا با یوونتوس هم با منفیت بزرگ به جانب فرانسوی محصول کاری پیمنتا می باشد. از این پس رافائل پیمنتا را در همراهی با انزو و پسران مینو رایولا، ماریو و گابریل مسئولیت بیشتری بر دوش است، ولی در مرکز دقت البته که بانوی برزیلی خواهد بود. احتمالاً در آینده نزدیک وقتی سخنسری پرقدرت ترین بانوی فوتبال جهانی به محابا نام رافائل پیمنتا به زبان آورده می شود. اگر در مورد گرانمزدترین بانو فوتبال بازان عالم سخن گشاییم، اینجا مقامداری زینه سیمی ردبندی ابی وامبخ قرار دارد که معاش کاریش $300,000 را تشکیل می دهد. دارنده توپ طلایی فیفا در سال 2012 در منتخب ایالات متحده آمریکا ختم مسند ورزشی نمود، پیش از آن که جام جهانی را با آمریکاییان تاری سر بردارد. مارتا وییرا دا سیلوای برزیلی که 5 مرتبه با عنوان بهترین فوتبالباز سیاره مشرف شده است، در تیم شوئدی تیوراسا $400,000 معاش می گرفت. بعد آن فوتبالباز بانوی برزیلی معروف با نام مارتا شرطنامه با روسنگارد از مالمو امضا نموده در شوئدیا نیز قهرمانی به دست آورد. عین حال باشد مارتا 37 ساله بازیگر تیم آمریکایی اورلندو پراید است. فوتبال بازبانوی معروفی دیگری دنیایی که $450,000 در جیب میزند الکس مورگان بوده. تا سال 2021 هم دسته مارتا در اورلندو پراید بود. عین حال باشد الکس مورگان که تجربه بازیکنی در تاتنهام هاتسپور هم دارد، عضو دسته سان دیگو ویو می باشد. با برگشت به سخنسری اگنت بانوهای معروف فوتبالی میتوان علاوه کرد که اگنتی بازیگر منتخب فرانسه و یوونتوس ادریان رابیو مادرش می باشد که در راه دفاع شرف بازیگر خویش پیوسته سپری با اعتماد است. مادر رابیو مثلا از یوونتوس خواستار شده بود که برای پسرش سالانه 10 میلیون یورو پرداخت نمایند. از روی شرطنامه فعلی که انجامش در ماه ایون سال 2023 است، رابیو سالانه 7 میلیون جمعی 2 میلیون یورو در شکل علاوه پولی ها به دست می آورد. کارهای اگنتی بازیگر ارژانتینی رخشان در چمپیونات ترکیه را باشد، سالهای در اوج علای ورزشی بودنش در تاپ 5 چمپیونات اروپایی همسرش واندا نارا پیش می برد. هرچند که حمله‌ور ارژانتینی 29 ساله گالاتاسارای ماورو ایکاردی به قول توتو سپورت اگنتش واندا نارا را از کار اگنتی محروم کرده است، ولی عیناً گزارش‌های پیشینی ایکاردی را به تیم‌های اینتر و PSG ماز همین بانوی زیبا و دلپسند انجام داده بود. قابل یادآوری است که بانوی دیگری رخشان و تاثیربخش در فوتبال باشگاهی اروپا این بازیگر بارسلونای بانوان و منتخب اسپانیا الکسیا پوتلیاس می باشد که 2 سال اخیر نه توپ طلا را به هیچ کس نمیدهد و نه عنوان بهترین بازیگر سیاره را. در آخر با یادآوری از نام کاتب گنرالی فیفا فاطمه سامورا، داور معروف اروپایی استفانی فراپار، قهرمان جهان از منتخب آمریکا میگان راپینو، سرمربی دسته قهرمان اروپا 2022 سرینا ویگمن باید اشاره بر آن نمود که این جنس لطیف انسانیت در کارهای منیجری فوتبال خدمت‌های بسا بزرگی کردند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. جشن زیبای مادران و بانوان تاجیک فرخنده باد. خیر.